سلام دوستان عزیز، تاسیسات متین در خدمت شما هستم. دوستان سرویس یه دونه موتور جارو برقی رو داشتیم، خواستم زغالاشو عوض کنم. مشتری گفت کار نمیکنه، گفتم حالا بیاری. حالا که باز کردم برای زغالش، دوستان زغال داره، ولی متاسفانه چون این صدای بولبرینگاش خراب شده، هی ازش کار کشیدن، زده سیمای بالشتک هم، سیمای آلمیچر هم قطع کرده. این فایده نداره. بعد بخوام الان این بولبرینگ رو عوض کنم و بخوام این بالشتک و آلمیچر رو عوض کنم، هزینه‌اش با یه موتور کامل یکیه. پس نتیجه میگیریم که یه موتور برای یه موتورش دوربر الان تو این بازار الان دوربر 1,400,500 میشه، ولی همینو بخوام بندازم 1,000,000 باید پول بدم، همین تکیو. پس کمپلتش بهتره یه موتور بگیریم. و باز کردنش هم که دوستان این همه موتورهای جارو برقی اینطوریه، بسته میشه. اینجا یه درپوش داره، یک پروانه داره، بسته میشه روی این دوستان. اینطوری پروانه میفته روی این دوستان، این در بسته میشه روی این. یه موره اینجا داره دوستان که باید صفر بسته بشه. اینطوری دمونتاژ کردیم الان اینا که سرویسش کنیم، ولی متاسفانه جواب نگرفت. برای تعویض زغالش هم که دوستان این خالک‌ها رو که بالا بگیریم، وقتی این خالک‌ها رو میاد بالا دوستان زغال عوض میشه. بعضیا حالا میتونید لعیم کنید اینجا، اگه دسترسی به لعیم نداشته باشیدم اینطوری میتونید سیمو به هم بپیچونید دوستان، اشکال نداره. زغالش خوبه و فقط اینکه موتور متاسفانه سوخته دیگه، باید عوض بشه.